أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما 7 درس از مستوای اولی زبان عربی گرفتیم و حالا با یاردم الله تبارک و تعالی درس 8 را به سمع شما برادران و دوستان و خواهشمندان زبان عربی خواهیم رسانید و این می باشد درس 8 از کورس 1، الدرس الثامن، یعنی که درس 8. پیش از اون که به درس داخل بشویم، اولا باید در باره درس معلومات داشته باشیم که این درس ما و شما در چی باره صحبت میکند، موضوع درس چی می باشد. و موضوع درس 8 تمام درس های گذشته را جمع کردگی هست. یادتان باشد ما و شما 7 درس گرفتیم، چندین قاعده ها را گرفتیم در این 7 درس، قاعده های گراماتیکی و چند کلمه ها را گرفتیم و این درس همه اونها را جمع میکند. درس 8 جمع کردنی 7 درس گذشته می باشد موضوعش، یعنی که موضوع خاص ندارد، همون درس های گذشته را با خودش جمع میکند. پس ببینید میگوید که هذا الرجل تاجر و ذلك الرجل طبیب. میگوید که این مرد بیزنسمن است و آن مرد طبیب است، یعنی پزشک است. ببینید ما و شما درس‌های گذشته اعراب میکردیم که هذا مبتدا است. مبتدا. الرجل چی است؟ و یادتون همچنین قاعده رو بگیرید که بعد هذا یا بعد اسم‌های اشاره هر کدومش که باشد، هذا، هذه، هذانی، هاتانی، هؤلائی یا ذالک، تلک، اینو همشون اسم‌های اشاره که هستند. بعد از همین اسم‌های اشاره اگر که اسمی که الف لام داشته باشد اون را در اعراب بدل میگویند. بدل. ببینید هذا الرجل، هذا مبتدا است، الرجل بدل از هذا است، بدل از هذا است. تاجرون خبر است. می شود هذا را ذکر نکنیم، الرجل تاجرون بگوییم، الرجل مبتدا می شود، تاجرون خبر می شود. یا می شود رجل را ذکر نکنیم، بگیم که هذا تاجرون، اگر در پیش باشد بگیم هذا تاجرون، یعنی که این بیزنسمن است. در این صورت مبتدا و خبر می شود. اگر یک تاش رو ذکر کنیم، هذا را یک الرجل را ذکر کردیم، یک تاش رو با تاجر یک جا، پس در این صورت مبتدا و خبر می شود. لیکن هذا الرجل برای ما یگان فایده نداد، بجز از اینه که اشاره کردیم با هذا. الرجل همین هذا است، الرجل همین هذا است، یعنی که اشاره کردیم به کی اشاره کردیم؟ به همین مرد اشاره کردیم. هر دو یک چیز است، برای اون خاطر در این جمعی را بدل میگیم. بدل. هذا الرجل تاجر، این مرد بیزنسمن است، و ذلك الرجل طبیب، و آن مرد پزشک است. ببینید ذالک هم اسم اشاره است، الرجل الف لام که دارد اینش هم بدل میگیم. ذالک را مبتدا میگیم، الرجل رو بدل از ذالک میگیم، طبیبون بعد خبر میگیم. و ذالک مبتدا، طبیبون خبر. الرجل در بین این بدل از ذالک می باشد. یعنی که این درس‌های گذشته را باید ما آورد که هذا اسم اشاره بوده است، برای مرد بوده است، برای قریب بوده است، برای یک مرد. و ذالک اسم اشاره است، برای بعید است، برای دور باشد و مردانه باشد، یعنی مذکر باشد. برای مخاطر درس‌های گذشته را در اینجا یک تا به یک تا ذکر میکنه. در اینجا هذا و ذالک را ذکر کرد. در عباره دیمش چی میگه؟ در عباره دیمش میگه که اسم التاجر محمود و اسم الطبیب سعید. دقت بتید، درس‌های گذشته را به یاد بیارید. اسم التاجری
برای چی تاجری گفتیم یا به خاطر چی اسمون نگفتیم؟ اسم التاجری محمودون، نام بیزنسمن میگه محمود است. اسمو مبتدا است با همچنین این مضاف است. تاجری مضاف الیه هست. در سوی گذشته یادتون باشد مضاف الیه. پس اینجا اسم مضاف است، تاجری مضاف الیه. محمودون بعد خبر است. اسم مبتدا هست، محمودون خبر. اسم تاجری محمودون، نام بیزنسمن محمود است. و اسم الطبیب سعیدون، و نام طبیب، و اسم الطبیبی یعنی که نام طبیب سعید است، نام دکتر سعید است. ببینید در اینجا درس گذشته را بایدتون بیارید، ما و شما همزه الوصل خوانده بودیم. همزه الوصل در بین کلمه بیا گفتیم اون تلفظ کرده نمی شود، نطق کرده نمی شود. ببینید در اول اسمو الف را ترجمه بگیم تلفظ کردیم گفتیم اسمو، لیکن در دیم واو که اومد در اولش در بین کلمه که است برای مخاطر ما الف از ذکر نمیگه که و اسم الطبیب سعیدون، میگیم و اسم الطبیب سعیدون. بسیار دقت بتید. و میگذاریم به عباره بعدیش میگوید که هذا البيت للتاجر و ذلك البيت للطبيب. ببینید هذا البيت، هذا مبتدا است، البيت بدل است. للتاجری، تاجر آخرش به خاطر چی کسره گرفت؟ به خاطر اونه که لی حرف جار است، حرف لام حرف جار است، در اولش که در اومد برای همین لی تاجری شد. به خاطر چی لی تاجرین نگفتیم؟ در سو گذشته اینها را یادرس کرده بودیم. به خاطر اونه که اینجا الف لام دارد. الفش کجاست؟ جای لام اول در الف که بود اون الف رو حذف کردیم و در جاش لام نوشتیم، شد لی تاجری. این لام دیمی که بعد این میبینید لیل، انا لام دیمش لام همون علی التاجری است. الفش حذف کردیم در اولش لام موندیم، شد لی تاجری. میگه که هذا البيت للتاجر، یعنی که این خانه بیزنسمن است. این خانه از بیزنسمن است. این خانه از بیزنسمن است. بیتو خانه رو میگوین، چطوری که بارها ترجمهش کردیم. و ذلك البيت للطبيب، و آن خانه از آن طبیب است. و آن خانه از آن طبیب است. هذا برای اسم اشاره برای قریب است. ذالک اسم اشاره برای بعید است. و هر دوش مذکر هستند، یعنی هر دوش برای مرد هستند یا جنسی مردانه استفاده برده می شود. للطبیبی هم ببینید و ذالک البیت للطبیبی گفتیم. للطبیبی جایز نیست بگیم للطبیبین، به خاطر اونی که الف لام دارد، نه لام دیمش اما لام علی الطبیب است. رنگی که للتاجر گفتیم به مثل همون است. برای خاطر بسیار دقت بتید و اهمیت بتید. عباره بعدیش میگه که بیت التاجری امام المسجدی و بیت الطبیبی خلف المدرستی. میگه که بیت التاجری یعنی که خانه بیزنسمن امام المسجدی در پیش مسجد است، نزد مسجد است. اعرابش در اعراب میگیم که بیتو مبتدا هست و با بیتو مضاف می شود. التاجری مضاف الیه، بیت التاجری مضاف و مضاف الیه شد و همچنین مبتدا شد. امام این را ظرفش میگویند. امام ظرف است. ظرفا به دو قسم تقسیم می شود، ظرف زمان می شود و ظرف مکان. اگر تعلق به وقت داشته باشد او را ظرف زمانش میگن. اگر تعلق به مکان داشته باشد اون را ظرف مکانش میگن. پس ببینید امامه یعنی که پیشی. امام پیش چی میشه؟ مسجد. یعنی پیش مسجد معلوم است که یک زمین است، یک قطعه است، یک جا است. پس برام خاطر میگیم ظرف مکان است. امامه ظرف است، با امامه مضاف است، المسجدی مضاف الیه هست. ببینید هر دو عبارات مضاف الیه آمده، لیکن امامه در اینجا میگیم در محل رفع خبری بیتو است. بیتو را که مبتدا که گفتیم خبرش امام المسجدی می باشد و ظرف همه وقت آخرش منصوب می شود. همچنین این را هم در یادتون بگیرید، ظرف همه وقت آخرش منصوب می شود، مگر حالتهای دارد که در اولش اگر حرف جر بیاید و این صورتش دیگر هسته، لیکن و غالبا ظرف منصوب است، آخرش فتحه دارد، امام المسجدی. پس میگه بیت تاجری امام المسجدی یعنی که خانه بیزنسمن
در نزد مسجد است. خانه بیزنسمن در نزد مسجد است. امامه نزدی یا پیشی. و بیت الطبیبی خلف المدرسه. و خانه طبیب اینجا کرده است که بیت الطبیبه. بیت الطبیبه اینجا خطا شدگی است، در اون حرکت مانش خطا شدگی است. اصلش و بیت الطبیبیه. بگم به خاطر چی بیت الطبیبی غلط است و بیت الطبیبی صحیح است؟ میگویم که بیت مضاف است، طبیب مضاف الیه است. ما و شما بارها تکرار کردیم و همچنین میدونیم که مضاف الیه همه وقت آخرش کسره میگیرد، آخرش زیر میگیرد. بیت الطبیبی میشود. بیت الطبیبه خطا و غلط می باشد. ببینید در اول گفتیم بیت التاجری، با خاطر اینکه مضاف الیه شد. اینجا هم مثل همون است. بیت الطبیبی مضاف و مضاف الیه هست. اینجا طبیبه کی کرده است این غلط است، خطا است. اگر بگم به خاطر چی غلط است؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. مضاف الیه آخرش فتحه نمیگیرد، آخرش کسره میگیرد، آخرش زیر میشود. و بیت الطبیبی و خانه پزشک خلف المدرسه یعنی در پشت مدرسه است. خلف پشت رو میگویند. امامه پیش میگویند و خلف پشت رو میگویند. خلف المدرسه یعنی در پشت مدرسه است. اینجا هم به مثل همین در اول گفتیم که بیت التاجری مضاف الیه مبتدا است، امام المسجدی ظرف و مضاف الیه خبر شدگی هست. اینجا با مثل همین است. بیت مبتدا است، الطبیبی مضاف الیه هست. بیت مضاف است، طبیبی مضاف الیه. خلف المدرسه خلف ظرف است، المدرسه مضاف الیه هست. با همین خلف خودش مضاف می شود، مدرسه مضاف الیه می شود. بعد این ظرف متعلقش خبری بیت الطبیبی می شود. متعلقش در محل رفع بیتی خبری بیت می شود، مبتدا را خبرش می شود. ان شاء الله درباره متعلقش چی است و چی شده می تواند در گراماتیک زبان عربی با عون یاردم الله برای شما میرسونه. فقط حاضر بعضی کلمه‌ای را که میگویم شاید نمیفهمید که متعلقش چی است و ظرف چی است و این چیزا را شاید نفهمید، اما فقط در ذهنتون بگیرید که همین طور کلمه ها هست. با همین کلمه آشنا کشیدید، وقتی که گراماتیک را میخونید پس در اونجا همین کلمه را که دیدید در بورش که گپ میزند دیگر جلب میشید به سوی همون به فهمیدنش. برای خاطر بسیار متوجه باشید. لمن هذه السيارة ولمن تلك. میگوید که لمن هذه السيارة از آن کی است این ماشین، ولمن تلك و از آن کی است آن. آن یعنی دور هست. هذه برای قریب است، تلك برای دور هست. اسم اشاره مؤنث است، زنانه است. پس ببین میگه که لمن از آن کی است، هذه این السيارة ماشین. ببینید هذه مؤنث است برای چی؟ برای السيارة مؤنث است، آخرش ته تانیث دارد. همین درس‌های گذشته است، برای خاطر یادداشت کنید، یعنی که را میخونید یا درس‌های گذشته را با یادتون بیارید. پس لمن جار و مجرور متعلقش خبر هسته، متعلقش خبر هسته و هذه مبتدا مؤخر هسته. هذه مبتدا مؤخر هسته و السيارة بدل از هذه هسته. یادتون بگیرید که بعد از هذه کلمه آمد، اسم آمد که الف لام داشته باشد اون را بدل میگویند، اون را بدل میگویند. اگر که همین سیارت را چیش بگیریم، الف لامش رو بگیریم، مثلا بگیم که هذه سیارتون بگیم، الف لام نداشته باشد، پس در این صورت همین هذه مبتدا می شود و سیارتون خبر می شود. لیکن هذه السیارتو که الف لام که دارد، در این صورت بدل اعراب ده در بیان کردن کلمه ها موقعشون که چی هست، در این صورت ما ای را بدل میگوییم. اعراب با تاجیکی ما شما ترکیبش میگویم، ترکیب کردن. ترکیب کردن ترکیبی، در ترکیب ما میگیم که هذه خبر هسته و السیارتو بدل ای هذه هسته. ولی من تلک و از آن کی است آن، و از آن کی است آن. آن یعنی که همون ماشین. و در عباره بعدش میگه که هذه السیاره للطبیب و تلک للتاجر. میگه که این ماشین از آن طبیب است، هذه السیاره یعنی که این ماشین للطبیب از آن طبیب است، و تلک للتاجر و آن ماشین از آن بیزنسمن است. ببینید هذه مبتدا است، السیاره الف لام که دارد بدل است، بعد اسم اشاره
الف لام، اسمی که الف لام داشته باشد اون را بدل میگیم، بدل است. للطبیبی جار و مجرور متعلق به کائنونش میگن، کائنون بعد خبری هادهی میشود. متعلقی طبیب یعنی متعلقش چی هسته؟ کائنون یعنی خبری هادهی هسته. هادهی مبتدا هسته، از سیارتو بدل هسته. للطبیبی جار و مجرور متعلق به کائن خبر هسته، خبر کائن می باشد. و تلک للتاجری و آن از آن بیزنسمن است. و تلک للتاجری و آن از آن بیزنسمن است. و تلک مبتدا است، للتاجری همچنین جار و مجرور متعلق به کائن خبر هسته و این خبر می باشد. و در عباره بعدش میگه که هذه السیاره من اليابان و تلک من امریکا. هذه السیاره یعنی که این ماشین بیان میکنه، میگه که این ماشین من الیابانی از یابانی است، یعنی که ماشینی مدل یاپونسکی است، از یاپونیا است میگه. و تلک من امریکا و آن از امریکا است، یعنی ماشین دیگری که دور هست اون را میگه که از امریکا می باشد، یعنی که مدل امریکانسکی است. پس ببینید هذه مبتدا از سیارتو بدل هست، برای الف لام دارد. من الیابانی جار و مجرور متعلق به کائن خبر هذه می شود. هذه را مبتدا که گفتیم خبرش من الیابان است. و تلک مبتدا هست، من امریکا همچنین جار و مجرور متعلق به کائن خبری تلک می شود. ببینید در اینجا ما من امریکا گفتیم، من امریکی نگفتیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که در اینجا اولا که حرف جر است باید آخرش کسره بگیرد. به خاطر چی در اینجا کسره نگرفت؟ من امریکا شید، آخرش کسره نگرفت که من حرف جار است. ما و شما در درس گذشته خوانده بودیم. ببینید در اول میگیم که هذه سیاره من الیابانی، آخرش کسره میتیم. لیکن و تلک من امریکا میگیم، کسره نمیتیم آخرش رو. به خاطر چی؟ سببش در چی است؟ این را اعرابی ظاهر نیست، تقدیری هست میگن در اینجا. اینجا تقدیری هسته. فهمو؟ انشالله در این درس هم در این موضوع کم ترک ما و شما در معلومات میته که یعنی تقدیری چی است و در کجا تقدیری میآید. این را انشالله در این درس یا درس آینده کمتر معلومات میته درباره این. و خلاصه این عباره های این کتاب بود و این را بسیار تکرار کنید و درس گذشته را بسیار به یاد بیارید. پس میگذاریم در تمارین جمعی تمرین می باشد. آیا جایز است ما بگیم که تمارینون جایز است یا نیست؟ پس اگر درس گذشته در یادتون باشد جواب داده می توانید، اما اگر در یادتون نباشد اگر پس جواب داده نمی توانید. برای خاطر جوابش را نمیگویم، شما خودتون به درس گذشته برگردید. رقم 1 تمرین 1 در چی میگه؟ میگه که اجب عن الاسئله الاتیه، یعنی جواب بده از سوال های می اومدگی. اجب عن الاسئله الاتیه، اجب فعل امر است، فاعلش تو یعنی انت. جواب بده تو عن الاسئله الاتیه، از سوال های می اومدگی. اسئلتی را به خاطر چی اسئلتی گفتیم؟ اسئله تو یا که اسئله تا نگفتیم. همچنین درس گذشته را با یادتون بیارید. الاتیتی، برای چی آتیتا یا که آتیتو نگفتیم؟ یا جایز است که بگیم آتیتا یا آتیتو بگیم جایز است؟ عربا هم تری میگن یگان وجه در زبان عربی هست یا که یگان کسی عربا هم این طور میگوید. درس گذشته در یادتون باشه جواب داده میتوانید که وجه یکم چی طور است، وجه دوم چی طور است، وجه سوم چی طور است. خودتون جواب داده میتوانید اگر که درس گذشته را فهمیده باشید. اما اگر نفهمیده باشید پس این در نظرتون غریب میتواند که این چی طور شد که آتیتا برای چی، آتیتو برای چی، آتیتی برای چی. این را دیگر در تعجب میمونید. برای هم درس گذشته در برگردید و اگر که ندونید به درس گذشته برگردید و کسی که میدوند خوش به حالش. و رقم 1 من هذا الرجل و من ذلك الرجل. من هذا الرجل یعنی کیست این مرد، و من ذاک الرجل و من ذلك الرجل و کیست آن مرد. ببینید من کیست، هذا الرجل این مرد، کیست این مرد. الرجل در اینجا الف لام دارد. الف لام که داشته باشه بعد اسم اشاره گفتیم چی میگویمش؟ کسی که جواب داد آفرینش. و من ذلك الرجل و من ذلك الرجل و کیست آن مرد، بعد ذلك اسم اشاره است. الرجل الف لام دارد. این را در اعراب چی میگوییم؟ همچنین کسی جواب داد نوش جانش. رقم 2 مسم التاجری. مسم التاجری، آیا جایز است من بگویم که
ما اسم التاجری؟ درس های گذشته در یادتون باشد. پس جواب داده میتونید. در رقم دو میگه که ما اسم التاجری، یعنی که نام تاجر چی است؟ بیزنسمن نامش چی است؟ در رقم سه میگه که ما اسم الطبیبی، طبیب را، دکتر را نامش چی است؟ در رقم چهار میگه که من این سیارة الطبیبی، من این سیارة الطبیبی، یعنی که مدلش کجا است؟ ماشینی دکتر را. من این، من حرف جاره است، این ظرف است، در محل جر میگیم، در محل جر اسم مجرور است. پس این خبر مقدم شد، خبر شد لیکن پیش از مبتدا اومدگی است. بس سیارتو را مبتدا میگیم، سیارتو مضاف است، طبیبی مضاف الیه هسته. من این سیارة الطبیبی، یعنی که ماشین بیزنسمن از کجا است، یعنی که مدلش چی است. رقم 5 میگه که من این سیارة التاجری، من این سیارة التاجری، یعنی که ماشین بیزنسمن از کجا است. اعرابش رنگ هم بالا رقم 4 که اعراب کنیم به مثل همون است. اعرابش هم چون بکنید، ترکیبش بکنید برای محلی جمله را یافتن. در رقم 6 این بیت التاجری، یعنی که خانه بیزنسمن در کجاست. این، این همچنین خبر هسته لیکن مقدم اومدگی است. بیتو مبتدا است، تاجری مضاف الیه هسته. این بیت التاجری، یعنی که خانه بیزنسمن در کجاست. در رقم 7 میگوید که این بیت الطبیبی، یعنی که خانه طبیب، خانه دکتر در کجاست. این را هم اعراب کنید خودتون، کدامش مبتدا است کدامش خبر در یادتون بگیرید و فایده اتون میکند. در رقم 2 میگوید که اقرا و اکتب، یعنی که بخوان و بنویس. در رقم 2 میگوید که بخوان و بنویس، بخوان تو و بنویس تو. رقم 1 هذا الولد خالد و ذلك الولد محمد. میگوید که این پسر خالد است و آن پسر محمد است. یا میشد بگوید که این کودک خالد است و آن کودک محمد است. پسر بگویی خوبتر و بهتر است. هذا الولد، هذا در اعراب مبتدا می شود. الولد چی می شود در اعراب؟ در ترکیب چی میگوییمش؟ الف لام دارد بعد اسم اشاره. اگر که اسم بیاید که الف لام داشته باشد اعرابش چی میکنیم؟ ماشاءالله، کسی جواب داد، بسیار بهترین است. الولد خالدون، خالدون خبر است، هذا مبتدا است، ولد خالدون خبر است. و ذلك الولد محمد، و آن کودک، آن پسر محمد است. این هم اعرابش به مثل یکمش است. ذلك مبتدا است، الولد بعد اسم اشاره، بعد اسم اشاره اسم الف لام دار باشه چی هست؟ این همان است. یعنی که بار دیگر دیاتون میارم که این رو بدل میگوین. بعد اسم اشاره اسمی که الف لام داشته باشد اون رو بدل میگوین. این بدل هست. محمدون بعد خبر هست. در رقم 2 میگه که هذا الرجل مدرس، این مرد استاد است، مدرس است، یعنی درس گوینده است. ببینید هذا مبتدا است، الرجل بعد اسم اشاره الف لام دارد. اعرابش چی میگیم؟ آفرین به کسی که جواب داد. مدرسون، مدرسون اینجا خبر هست. هذا مبتدا است، مدرسون خبر هسته. الرجل این حالا براتون گفتیم که چی است و دیاتون بیارید، یعنی که بدل. و ذلك الرجل مهندس، و آن مرد انژینر است. و ذلك مبتدا هست، الرجل بعد اسم اشاره الف لام داره چی است؟ آفرین برای جواب گوینده. مهندسون انژینر است، این خبر هست. یعنی ذلك مبتدا است و مهندسون خبرش می باشد. در رقم 3 هذا الكتاب جدید و ذلك الكتاب قدیم. این هذا الكتاب یعنی که این کتاب جدید است، یعنی که نو است. هذا الكتاب جدید، این کتاب نو است. و ذلك الكتاب قدیم، و آن کتاب کهنه است. ببینید ما در اینجا گفتیم که هذا الكتاب، هذا مبتدا است، کتابو چی است؟ الف لام دارد. جدیدون خبر هست. و ذلك الكتاب قدیم، اینش همچنین اعرابش به مثل همین است.
و شما خودتون اعرابش کنید. رقم 4 هذه السيارة لعلي لعلي و تلك لخالد. بسیار متوجه باشه در حرکت را موندن. بسیار برادران سوال میکنن که من عربی به حرکت باشد، یعنی که زیر زبر نداشته باشد خوانده نمیتوانم، چطور بخوانم؟ این همیشه قاعده را که دانستید پس خوانده میتوانید. لعلی لام حرف جار است، علی اسم مجرور است، آخرش تنوین میتیم لعلی. خب در رقم 4 میگه که هذه السيارة لعلی، یعنی که این ماشین از آن علی هست، این ماشین از علی هست. هذه مبتدا، السيارة الف لام دارد چی میشود؟ لعلی، این جار مجرور متعلق به کائنون بعد خبر میشود، خبر هذه. و تلک لخالدین، و آن ماشین، آن تلک مبتدا است، لخالدین جار مجرور متعلق به کائنون خبر لخالدین، پس لخالدین خبری تلک شد. رقم 5 هذا الباب مفتوح و ذلك الباب مغلق. میگوید که این در گشاده شده است، مفتوح است یعنی که باز است. هذا الباب، این در باز است. این را ترکیب کنید شما خودتون. و ذلك الباب مغلق، و آن باب، آن در محکم است، بسته است. این را همچنین ترکیب کنید که بعد هذا ذلك اسم است و الف لام دارد. در اعراب در ترکیب چیزش میگیم. اعراب و ترکیب هر دوش یک معنی دارد. و رقم 6 لمن هذه الساعة، از آن کی است این ساعت؟ لمن از آن کی است؟ هذه الساعة، این ساعت. پس لمن اعرابش رو بارها گفتگی هستیم چی میشود؟ لمن. هذه الساعة چی است؟ و بعد هذه ببینید الف لام دارد. در اعراب چیزش میگوییم؟ هي لعباس، لعباس، اون یعنی که همون ساعت لعباس از آن عباس است، لعباس از آن عباس است. در رقم 7 اهذا البيت للطبيب، آیا این خانه از آن طبیب است؟ آیا هذا این البيت خانه، للطبيب از آن طبیب است یعنی که از آن دکتر است، یعنی خانه دکتر است. هذا ببینید بعدش البیت الف لام دارد. در اعراب چیزش میگوییم؟ و للطبیبی را اعرابش چی است؟ بسیار متوجه باشید. لا هو للمدرسی، میگوید که نه اون یعنی همون خانه للمدرسی از آن مدرس است، از آن استاد است، یعنی خانه دکتر نیست، خانه استاد است. در رقم 8 اهذه الدراجة لابن المؤذن، نعم. میگوید که آیا این دوچرخه از آن مؤذن، از آن ابن مؤذن است، یعنی که از آن پسر مؤذن است، از بچه مؤذن است؟ میگوید که بله. اهذه الدراجة ببینید الف لام دارد. اعرابش رو شما خودتون بیان کنید. لابن المؤذن، لابن، لابن برای چی؟ به خاطر اینکه الف در اول ابن است، الف او را همزه وصلش میگن، در بین کلمه باشد خوانده نمیشود. برای میگیم لابن المؤذن یعنی که از پسر مؤذن هست. ابن مضاف میشود، مؤذنی مضاف الیه میشود. این هم همچنین در یادتون بیارید. میگه نعم، نعم یعنی که بله. لا باشد نه، نعم باشد بله، آره. رقم 9 من هذا الولد، کیست این پسر؟ کیست این پسر؟ هو طالب من الصین، اون شاگرد از سین است، اون استودنت از خیتای است. سین خیتای را میگن، اون استودنت از خیتای است. رقم 10 اذلك البيت جدید، آیا آن خانه نو است؟ آیا آن خانه نو است؟ میگه که لا، نه. هو قدیم جدا، اون میگوید کهنه است به نهایت، جدا به نهایت. هو قدیم جدا، اون کهنه است به نهایت. ببینید این را خودتون اعراب کنید. ذالک در اعراب چی میشود؟ البیتو چی میشود؟ جدیدون چی میشود؟ یا که هو چی میشود؟ قدیمون چی میشود؟ اینها را اعراب کنید تا اینکه در یادتون بماند. رقم 11 هذه السيارة من اليابان و تلك من امریکا. هذه السيارة، این ماشین، من اليابان از ژاپن است، و تلك من امریکا و آن ماشین از امریکا است. این را همچنین اعراب بکنید خودتون.
رقم 12 هذا السكين من ألمانيا و تلك الملعقة من انگلترا. میگه که هذه السکین یعنی که این کارچه، سکین گفته کارچه رو میگن، کارد، کارچه. این کارد میگوید از آلمانی است، آلمانی هست، یعنی گرمانیا هست. و تلک الملعقه من انگلترا و آن قاشق، و تلک الملعقه قاشق، و آن قاشق من انگلترا یعنی که از انگلترا است، یک شهر دیگر. خلاصه نامه شهر و خبر ما مهم نیست، کلمه عربیش مهم است. هذه سکون بین هذه مبتدا هست و اسم اشاره است برای قریب است، بعدش الف لام دارد. در اعراب چی میگویم این رو در یادتون بیارید. و یا که تلک اسم اشاره هست، مؤنث است، برای دور هست، بعید است، دور دا باشد. الملعقه بعدی اسم اشاره الف لام داشته باشد، چی میگویم؟ اینها رو در یادتون بیارید. و در اینجا میگه که رقم 3 اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. میگه که بخوان اقرأ المثال الآتیه، بخوان مثال را، فاعل اقرأ انت یعنی بخوان تو، المثال مثال را، الآتیه می آمدگی مثال که می آید. ثم حول بعد میگه که تغییرش بده، حول یعنی که تغییر بده. الجمل الآتیه مثله یعنی که جمله های الآتیه می آمدگی را مثله به مانند خودش، مانند همین یعنی تغییرش بده. پس ببینید در اینجا یک مثالش رو کار کرده است. میگه که مثال هذا کتاب، هذا کتاب این کتاب است، هذا مبتدا کتابون خبر. پس میگه هذا الكتاب لمحمد، هذا الكتاب لمحمد این کتاب از آن محمد است. هذا الكتاب لمحمد این کتاب از آن محمد است. در ما چیکار کردیم؟ در یکمش هذا کتابون بود یعنی که این کتاب است، مبتدا و خبر بود، مبتدا و خبر. در دومی که باید ما در پایین همین را کار کنیم، همون خبر باید بدل بکنیم، باید بدل بکنیم. ببینید هذا الکتاب، هذا مبتدا است، الکتاب در یکمش خبره، کتابون الف لام نداره خبره، لیکن در دومیش الف لام که دارد ایره بدل ای هذیش میگیم، خبر شده نمیتواند، بدل میشود لمحمدین، بعد جار و مجرور بعد خبر میشود. بسیار اهمیت بدید. در پایین میگه همین کارو بکن. ببینید یک تا کار میکنیم اکنون. میگه که هذا طبیب، این طبیب است، هذا طبیب این طبیب است، مبتدا و خبر هست. در دومش ببینید نقطه است و در آخر میگه من الهندی، از هند است. انا همین مبتدا و خبر رو باید ما خبر رو بگیریم بدل ای هذا بکنیمش. چیکارش میکنیم؟ در اینجا اول مینویسیم که هذا، در جای نقطه مینویسیم که هذا یعنی که این طبیب، در اول ده طبیب خبره، طبیب در اولش الف لام مینویسیم، الطبیبو، الطبیب من الهند میشود. بعد معنیش که این طبیب از هند است. هذا مبتدا میشود، الطبیبو بدل میشود، من الهندی بعد خبر میشود. بسیار اهمیت بدید این رو. ببینید در رقم 2 هذه سیارتون این ماشین است، هذه سیارتون این ماشین است. هذه مبتدا است، سیارتو خبر هست. در اینجا نقطه را در آخرش ببینید که میگه للمدیری، از آن مدیر هست. شما همین مبتدا و خبر را بگیرید، در اینجا بنویسید، هذه را اول بنویسید، بعدش بعد سیاره را بگیرید بدل کنید. بدل ما گفتیم که اسم اشاره بعدش اگر که الف لام داشته باشد اون را بدل میگویند، اون را بدلش میگویند. پس میشود که هذه السیاره للمدیری، یعنی که این ماشین از آن مدیر هست. بسیار اهمیت بدید این کار کردن رو. ذالک ولدون، ذالک ولدون میگه که آن کودک است. ذالک ولدون آن پسر است، بچه است. همین رو در دیم ببینید بعدی نقطه میگه که ابن المدرسی، همین رو بگیرید، ذالک اول می نویسه میشه ذالک مبتدا، ولد در اولش الف لام میمونه میشه که الولدو،
ذالک الولد ابن المدرسی، یعنی که آن پسر پسری مدرس است، بچه استاد است. الولدو میکنیم میشود درست. بعد ذالک مبتدا میشود، الولدو بدل میشود. برای خود درس بدل که هست در اینجا، برای همون خاطر بسیار اهمیت بدید که بدل را بسیار مثال میارد برای ما و شما. رقم 4 تلک ساعتون، آن ساعت است. تلک اسم اشاره برای بعید است، آن ساعت است. الف لام که ندارد برای همون خاطر میگیم تلک مبتدا است و ساعتون خبر است، الف لام ندارد. لیکن من سویسرا، از سویسرا یک شهر است، پس میگه که تلک الساعت من سویسرا، یعنی که آن ساعت از سویسرا است، از شهر سویسرا است، یعنی که مدلش سویسراگی است. پس ببینید تلک مبتدا می شود، از ساعتو الف لام که داشته باشد بدل می شود، من سویسرا خبر می شود، جار و مجرور خبر می شود. رقم 5 میگه که هذا بیتون، این خانه است. هذا بیتون، این خانه است. در بعد نقطه را ببینید میگه للمهندسی، از آن انجینیر است. این را فقط بگیرید بدل کنید، خبر را بگیرید بدل کنید، میشه که هذا البیت للمهندسی، این خانه از آن انجینیر است. رقم 6 هذا قلم، این قلم است. در این جای نقطه بنویسید که هذا القلم لعباس، یعنی که این قلم از عباس است. بدل بکنید، بعد اسم اشاره الف لام که داشته باشد اسم بدل می شود، شما میره بگیرید بدلش کنید. ببینید رقم 7 ذالک رجل، آن مرد است. ذالک مبتدا، رجل خبر است، مبتدا و خبر. بعد بگیرید شما خبر بدل از مبتدا کنید، ذالک مبتدا می شود الرجل مؤذن، ذالک الرجل مؤذن، یعنی که آن مرد مؤذن است. ذالک مبتدا، الرجل بدل، مؤذن خبر می شود. رقم 8 هذه بیضة، این تخم است. هذه بیضة یعنی که این تخم است. در اینجا می نویسید که هذه البیضة کبیرة، یعنی که این تخم کلان است. اگر که شما همین را در اینجا بنویسید که هذه بیضة کبیرة بنویسید، اگر که الف لام نمونه در بیضه، البیضه ننویسید، اعرابش دیگر می شود. اهمیت بدید. هذه بعد مبتدا می شود، بیضة اگر الف لام نداشته باشد خبر می شود، کبیرة صفت ای بیضه می شود، صفتی تخم می شود. بیضه تخم را بگن، صفتی تخم می شود که تخمی که صفت شمینه که کلان است. فهمو؟ برای همون خاطر اینجا ده شما باید بگید که هذه البیضة تا اینکه بدل شود، بدل شود، بعد کبیرة خبر می شود، خبری هذه می شود. و در رقم 9 میگه که هذا مندیل، این روی مالچه است. و مندیل رو بگیرید بدل کنید، می شود که هذا المندیل وسخ، این روی مالچه میگه وسیخ است. وسیخ یعنی چرکین است. رقم 10 میگه که هذه حقیبة، این حقیبه است، یعنی که سنکه است یا چمدان است. حقیبه را الف لام میمونه، می نشود که هذه الحقیبة للمدرس، این سنکه از مدرس است. هذه مبتدا شد، الحقیبه بدل شد برای اون که الف لام دارد. للمدرسی بعد خبری هذه شد، خبری مبتدا. و تمرین 4 میگه که اقرأ المثال الآتیه ثم کون اسئلة و اجوبة مثله. رقم 4 میگه که اقرأ المثال، یکی میگه مثال بخوان، یکم تو میگه مثال را بخوان، الآتیه مثالی که می آید، ثم کون بعد بساز میگه تو اسئلة و اجوبة، سوال و جواب بساز میگه، سوال و جواب بساز میگه، مثله مانند همین. ببینید در جده مثالش اول کار میکنه، با پایانش رو باید شاگرد خودش کار کند. مثال لمن هذا الكتاب، از آن کی است این کتاب؟ لمن از آن کی است؟ هذا مبتدا، الکتاب بدل، الف لام دارد، بعد اسم و اشاره الف لام رو دیدید، در او ده ناترسیده بگویید که بدل است. لمن هذا الكتاب، از آن کی است این کتاب؟ در جواب میگه که ذلك الكتاب
لمحمدین، یعنی که آن کتاب از آن محمد است. انا اکنون رقم 1 رو باید ما و شما کار کنیم. ببینید در رقم 1 می نویسیم که لمن هذا القلم، از آن کی است این قلم. در جواب با می نویسیم که هذا القلم لعباس. ببینید در قوس عباس که هست برای خاطر لعباس میگیم هذا القلم لعباس، یعنی که این قلم از آن عباس است. در رقم 2 رو ببینید میگه که در جمع خوب می نویسیم که لمن هذا المفتاح، لمن هذا المفتاح، از آن کی است این کلید. در جواب میگیم که هذا المفتاح لعلی، یعنی که این کلید از علی است. رقم 3 میگه که لمن هذه السیاره، سیاره که معنی است برام خاطر هذه می نویسیم. لمن هذه السیاره، از آن کی است این ماشین. در جواب می نویسیم که هذه السیاره للمدیری، للمدیری، یعنی که این ماشین از مدیر است. در رقم 4 میگه که لمن می نویسیم در اینجا که لمن هذه البقره، یعنی که از کی است این گاو. این گاوی کی است؟ برای گاو بقره است، برای خاطر هذه میگیم. لمن هذه البقره، از کی است این گاو. در جواب می نویسیم که هذه البقره للفلاح، للفلاح. بسیار اهمیت بدید، این گاو از دهقان است. فلاح دهقان رو میگویند. در رقم 5 میگوید که در جمع خودمون می نویسیم که لمن هذه الحقیبه، از کی است این چمدان، سونکه. حقیبت آخرش ت دارد، برای خاطر هذه میگیم. لمن هذه الحقیبه، از آن کی است این سونکه. در جواب می نویسیم که هذه الحقیبه للمدرسی، یعنی که این سونکه از آن مدرس است. در رقم 6 می نویسیم که لمن هذا الکرسی، از آن کی است این استال. این کرسی استال از آن کی است. در جواب می نویسیم که هذا الکرسی لعمار، یعنی که این کرسی، این استال از عمار هست. در رقم 7 می نویسیم که لمن هذه الدجاجه، از کی است این مرغ. صورت مرغ را ببینید، دجاجه آخرش ت دارد، برای خاطر هذه میگیم. لمن هذه الدجاجه، از آن کی است این مرغ. در جواب می نویسیم که هذه الدجاجه لبنت الفلاح، لبنت الفلاح، یعنی که این مرغ از دختری دهقان است، از دختری دهقان است. رقم 8 می نویسیم که لمن هذه الساعه، از آن کی است این ساعت. در جواب می نویسیم که هذه الساعه لابن المدیری، لابن المدیر. الف را می نویسیم اما تکرار بگیم تلفظش نمیکنیم، میگیم که لابن المدیری، یعنی که این ساعت از پسری مدیر است، پسری رئیس است. رقم 9 در رقم 9 میگوید که لمن هذا البیت، از آن کی است این خانه. لمن هذا البیت، از آن کی است این خانه. در جواب می نویسیم که هذا البیت، هذا البیت للطبیب، یعنی این خانه از طبیب است، از دکتر است. رقم 10 می نویسیم که لمن هذه الملعقه، یعنی که از کی است این قاشق. در جواب می نویسیم که هذه الملعقه للطالب، یعنی که این قاشق از شاگرد است، از استودنت است. پس این بود مثال هایی که باید ما خودمون بنویسیم. این را بسیار بنویسید تا اینکه این چیزها در یادتان بماند. اون هذا و هذه را از همین چیزها را نگاه بگیرید. اگر ساعت باشد آخرش ته تانیث دارد، هذه می نویسید. اگر که خانه باشد آخرش ته تانیث ندارد، هذا می نویسیدش. یا ملعقه آخرش ته دارد، هذه می نویسیدش. خلاصه این را درس‌های گذشته در یادتان که باشد شما خودتون دیگر نوشته میتونید، دیگر در نوشتن یگان مشکلی نمیکشید، دیگر به حضور میتونید که بنویسید.
رقم 5. در رقم 5 میگوید که تأمل الامثله الآتیه. تأمل الامثله الآتیه یعنی که اهمیت بده، با دقت باش مثال های می آمدگی را. تأمل فعل امر است، فاعلش انت. اهمیت بده تو امثله الآتیه مثال های می آمدگی را. اما وقتی که میخونیم تأمل الامثله نمیخونیم شه. حاضر من خواندم به خاطر تعلیم است، اما در خواندنش میگیم که تأمل الامثله الآتیه. تأمل الامثله الآتیه. در اولی در آخری لامی که هست در پایانش کسره میمونیم، تأملیل میگیم، تأملیل. اما این فعل امر است، اصل تأمل است، یعنی که امر میکند، یعنی که آخرش ساکن باید باشد. لیکن برای التقای ساکنان میگن دو ساکن جای میاد، لامی که ساکن دارد، الی که ساکن دارد، ساکن دارد، برای هم خاطر ایره حرکتش میتیم. تأملیل امثله الآتیه، یعنی که اهمیت بده مثال های می اومده گیره. این مثال ها را ببینید، میگه که البیتو، البیتو، البیتو خانه. ببینید البیتو آخرش چی هسته؟ تو، یعنی که خانه. فی البیتی، فی البیتی در خانه. بیتی آخرش ببینید کسره است. برای چی؟ به خاطر آنه که فی حرفی جاره است، بعدش اسم می اومده گیر آخرش کسره میکند. من البیتی از خانه. ببینید بیتی را آخرش کسره است. برای چی؟ برای مین در اولش در اومده است، مین حرفی جاره است. الی البیتی یعنی که به خانه یا به طرفی خانه یا به سوی خانه. بیتی را ببینید آخرش کسره است. برای چی؟ به خاطر آنه که در اولش حرفی جار در اومدگی است، حرفی جار در اومدگی است. پس ببینید در همین جا بیت آخرش اولین یکم کلمه که باید البیتو نوشته است، البیتو، دیگرش البیتی. به خاطر چی؟ بیتو بیتی شید، به خاطر آنه که این حرکت را ظاهرا قبول میکند. برای هم خاطر میگن علامت ظاهره، در یادتون بگیرید این را میگن علامت ظاهره. بگذاریم در خط دیم. خط دیم را اهمیت بدید. المستشفى، ببینید المستشفى، مستشفى بالنسه بیمارخانه. المستشفى آخرش ف شده. فی المستشفى در بیمارخانه. ببینید فی المستشفى یگان تغییر نیافت. من المستشفى یگان تغییر نیافت از بالنسه. الی المستشفى بسوی بالنسه. ببینید یگان میده تغییر نیافت. انا اکنون بالا را اهمیت بدید. البیتو اولش فتحه بود، فی البیتی آخرش کسره شد. لیکن المستشفى فی المستشفى همه صورت مستشفى ماند. این را میگن که علامت مقدره، یعنی که در ظاهر ما نمیبینیمش لیکن در اصلش هست. میگیم المستشفى در یکمش مثلا مبتدا یا که خبرش میگیم، خبرش یا که مبتداش میگیم یا که مرفوع هست. به هر صورت که مرفوع است. اصلش مستشفى یعنی که تلفظ کردش نمیشود، لیکن رنگ بیتو بری علامتی چی دارد؟ ای بیتو ظاهر است، ای مقدره است، یعنی پنهان است، دیدش نمیشود. فی المستشفى همین طور است. اصلش باید کسره بگیره، رنگ چی خیلی که بالاش ببینید فی البیتی است. فی المستشفى باید کسره بگیره که نمیگیرد. برای چی؟ به خاطر آنه که این در این مقدره است، الف دارد، الف در الف مقدره میشود. ایرا علامت اعرابش تقدیری میگویندش. بالاگیش ظاهری میگویند، پایانگیش تقدیری. ظاهری را میشود دیده میشود و خوانده میشود، تقدیری را خوانده یا که دیده نمیشود اما در تحتش هست. فرقیت چون همین است. ببینید امریکا، فی امریکا، من امریکا، الی امریکا، همش امریکا امریکا شد. این هم به مثل همون مستشفى بری تقدیری هست. المانیا، فی المانیا، من المانیا، الی المانیا، ایش هم به مثل همون مستشفى بری همش یک نمود شد. این هم تقدیری میگویمش. در یادتان داشته باشید تقدیری و ظاهری را. ظاهری را دیده می شود و تلفظ کرده می شود، تقدیری را دیده نمی شود و تلفظ کرده نمی شود، که در تقدیرش هست، در تحتش پنهان هست. این حالی در آینده ها فایده اتون میکند. پس میگه که اقرا و اکتب. اکنون میگه بخوان و بنویس. اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. رقم 1. هذا الطبيب من انگلترا. این طبیب از انگلترا هست، از شهر انگلترا هست. هذا طبیب. ببینید بعد هذا
اسمی است که الطبیب الف لام دارد. در اعراب چی میگویمش؟ در یادتون بیارید. دوم، ذهب حامد الى فرانسه. حامد میگه فرانسه رفت. ذهب فعل ماضی، رفت حامد فاعلش است. پس ما اول فاعل اعراب میکنیم، میگیم که حامد الى فرانسه را بعد اعراب میکنیم با فرانسه، بعد ذهب را میگیم رفت، یعنی که حامد فرانسه رفت. رقم 3، محمود مریض. محمود میگه بیمار هست، مبتدا و خبر. محمود مبتدا، مریض خبر. محمود مریض، محمود بیمار هست، کسل است. هو الان فی المستشفى. ببینید، هو الان فی المستشفى، وای میگوید حالا در مستشفى است. فی المستشفى در بیمارخانه است. مستشفى رو ببینید در اولش فی در اومد، آخرش کسره نکرد، لیکن میگیم که فی المستشفى اسم مجرورش میگیم و علامت جره فتحة المقدره. فتحة المقدره یعنی که فتحه تقدیری داره، میگیم در تحت همین مستشفى کسره، معذرت میخوام، کسره تقدیری داره میگیم. بسیار با اهمیت باشید. رقم 4، ذهب عبدالله من المانیا الى انگلترا. میگه عبدالله از المانیا به انگلترا رفت. ذهب را در آخر ترجمه میکنیم. اول عبدالله فاعل است، عبدالله را ترجمه میکنیم، بعد من المانیا الى انگلترا را میگیم، بعد در آخر ذهب را ترجمه میکنیم. یعنی که عبدالله از المانیا به انگلترا رفت. عبداللهی برای چی؟ هیرا الله، لفظ جلاله را الله را آخرش کسره کردیم. برای چی؟ این را در سوی گذشته دایتون باشد، میدونید که چی است. رقم 5، هذا الكتاب لعیسی و ذلك الكتاب لموسی. ببینید میگه که این کتاب از عیسی است و آن کتاب از موسی است. ببینید هذا مبتدا است، الکتاب بدل است، لعیسی لی حرف جاره است، عیسی اسم مجرور است. لیکن ما گفتیم که حرف جاره اگر در اسم بدروید آخرش کسره میکند، در اول اسم بیاد آخرش کسره میکند. برای چی عیسی را کسره نکرد؟ میگیم که اینجا کسره است، لیکن کسره مقدره هست. رنگ مستشفى دا گفته بودیم که دیده نمیشود و خوانده نمیشود، لیکن در اصل هست. لعیسی و ذلك الكتاب لموسی. موسی هم همچنین کسرش کسره تقدیری هست، در تقدیرش هست اما دیده یا خوانده نمیشود. در رقم 6 میگوید که هذا المهندس من امریکا. این انجینیر از امریکا است. هذا المهندس من امریکا، این انجینیر از امریکا است. امریکا همچنین مجرور است لیکن دیده نمیشود به خاطر اینکه کسره تقدیری هست، در تقدیرش هست اما دیده خونده نمیشود. هذا اسم اشاره است. المهندس الف لام دارد. در اعراب چی میگوییم این را؟ آفرین به کسانی که جواب میگویند. رقم 6 میگه که اقرا. اکنون میگه بخون. این در شما همچنین بسیار بخونید، برای فایده اتون میکنم. میگه بخون. در رقم 1 میگه که السبوره امام الطالب و هي خلف المدرس. السبوره یعنی که داسکه، اون پیش تختش میگویند، داسکه که می نویسند، معلم می نویسند، استاد ها می نویسند، سبوره همون رو میگویند. سبوره امام طالبی، همون داسکه میگوید در پیش طالب است. امام طالبی پیش طالب ده است. و هی خلف المدرسی، و همین سبوره هی ضمیر است برمیگرده به سبوره، یعنی که همین داسکه خلف المدرس یعنی در پشت مدرس است، در پیش طالب است و در پشت مدرس است. برای اینکه مدرس روش طرف طالبا میکنه، برای اون خاطر ای پشتی مدرس است. رقم 2 این سیاره المدرسی. ماشین مدرس کجاست؟ اینه کجاست؟ سیاره المدرسی ماشین مدرس. ماشین مدرس کجاست؟ میگه که هی امام المدرسه. همان ماشین مدرس ضمیر است برمیگرده به سیاره، ماشین مدرس. همون ماشین مدرس میگه امام المدرسه، یعنی که در پیش مدرسه است، در پیش مکتب است. و رقم 3 این بیت الامامی، یعنی که خانه امام در کجاست؟ امام گفتم پیش نماز، کسی که در نماز پیش میداره امام میگوین. این بیت الامامی یعنی که خانه امام در کجاست؟ میگه بیت الامامی خلف المسجدی، یعنی که خانه امام در پشت مسجد است. ببینید بیت
بیت الامامی، بیت الامامی، بیت الامامی یعنی که خانه امام، خلف المسجدی پشت مسجد است. بیتو مبتدا است، الامامی مضاف الیه هستی، با بیت مضاف است، امامی مضاف الیه. خلف ظرف است، المسجد مضاف الیه، بعد متعلق این ظرف خبری بیتو می شود، خبری مبتدا می شود، خبر متعلقش است. و رقم 14 میگوید که این جلس حامدون، یعنی که حامد در کجا نشست. این در کجا، جلس نشست، حامدون فاعل جلسه است، نشست فعل است، حامدون فاعلش است. برام خاطر فاعل مرفوع می شود، حامدون میگوییم. این جلس حامدون یعنی که حامد در کجا نشست. نشست رو در آخر ترجمه میکنیم در زبان تاجیکی. فعل در زبان تاجیکی در آخر ترجمه می شود. میگه جلس خلف محمودین، یعنی که در پشت محمود نشست. یعنی که حامد جلسه فاعلش هو است، هو یعنی که حامد، ضمیر برمیگرده به حامد. میگه که حامد در پشت محمود جلسه نشست، حامد در پشت محمود نشست. رقم 5 میگه که ذهب عمار الى المسجد و جلس امام المحراب. میگه که عمار مسجد رفت، ذهب عمار، عمار فاعل است، اول عمار ترجمه میکنه الى المسجد به مسجد، یعنی که عمار به مسجد ذهب رفت، عمار به مسجد رفت و جلس امام المحراب و نشست در پیش محراب، و نشست در پیش محراب. یا که میشود بگیم که او در پیش محراب نشست. جلسه در آخر ترجمه میکنیم. او یعنی که جلسه هو یعنی که او، یعنی که عمار، عمار در پیش، امام پیشی، محراب رو میگن جایی که امام در نماز می ایستد و نمازش رو میخواند، در همون جا میگه نشست. این را اعراب کنید تو اینکه کلمه را موقعشان را بدانید که چی است. موقعشان را که دانستید دیگر احتیاج به زیر زبر ندارید، خودتون حرکتش مونده رفتن میگیرید. و آخران کلماتی که میاره میگه الکلمات الجدیدة، یعنی که کلمه های نو. الکلمات جدیدة یعنی که کلمه های نو. المستشفى، مستشفى بیمارخانه، بلنیتسه. المانیا یعنی المانیا گرمانیا. انگلترا شهر انگلترا. سوئیسرا باید شهر دیگر. سکین کارچه، فرانسه خیلی فرانسه. امام پیشی، خلف پشتی، امام پیش، خلف پشت. پس این بود کلمه های نوی این درس و این بود درس امروزه ما و شما، درس 8. و این درس را بسیار متوجه باشید و در یاد داشته باشید و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر جایی که باشید سربلند و موفق باشید و با قرآن و سنت زنده باشید و در خدمت قرآن و سنت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.